عرض ادب و احترام به بیننده همیشگی تلویزیون سفینه. دوستان گرامی قدر، برنامه نوبتی فضا است مهمان خاندان شما و ما امروز نیز دوستان در برنامه مهمان دعوت نمودیم هنرمندان انسامبل نور نورک و همچنین دوستان عزیز آوازخوان انسامبل مرزبان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عثمان حیدر حضور دارند که شما را خیر مقدم میگویم. تشکر برای آمدنتان. من سلام و درود به پایان خود را به تمام بینندگان و مخلصان تلویزیون سفینه مخصوصا برنامه فضا از نام خود میرسانم. صحتمند باشید. و ما در هر برنامه که مهمانان را دعوت میکنیم عثمان حیدر در نوبت اول از فعالیت کاری از راه ایجاد ایشان پرسان میشویم. خب بیاید از نوگانی ها حرف زنید که امسال چگونه بود، چند سرود ایجاد کردید، کارها چی طورند؟ کارها در انسامبل مرزبان قشون سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بسیار پیشروی بسیار است. در انسامبل ما مخصوصا در آنجا چیزی که گفته بودم، من پیش گفته بودم در یک برنامه، مثلا من به حیث فلکخوان در آنجا آوازخوان به حیث فلک کار و فعالیت دارم. بسیار این آبادی و این تینجی و امانی وطن عزیزمان وادار می‌سازد که روز به روز آهنگ‌های نو به نو برای مردم تاجیکستان ما پیشنهاد کنیم برای مخلصان. بله سلامت باشید. خب میخواستم درباره موضوعهای سروداتان حرف زنید، شعرهایی که هستند، آهنگ بندی که کرده است، طوری که سرود اول رو خواندید در ژانر فلک خیلی راحت برداشتیم. خب با قلمی که از کی آهنگ بسته است، چگونه آماده شده است؟ سرود اولینی که من سراییدم ربایا از مولانا جلالی بلخی می باشند. معنی و مضمون آنها در اینجا چی است، چی مضمون دارد، من راست گپ همون شعر اگر معنیش رو درک نکنم آهنگم قدر بلزت نمیاد. راست گپ صلح و ثبات و استقلالیت و آبادی دیار روسرخی مردم به هنرمند چگونه الهام میبخشد؟ وقتی که در وطن عزیز ما صاحب استقلال هستیم، وطن ما تینج آرام است، همه این تینجی آرامی است که ما سرودهای نوبنا پیشکش میکنیم برای مردم. اگر ما آرام نباشیم، تینج نباشیم، دیگر سرود هم خوانده هم نمیشود. همه این الهام، همه این سرودهایی که ما میخوانیم، همه این سرچشمش تینجی و آرامی صاحب استقلال بودن وطن عزیز ما است. بله تشکر زیاد. خب در انسامبل مرزبان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان جلب جوانان و من نوسکرانی که هنر دارند چگونه به راه مانده شده است؟ وقتی که سربازان به خدمت وطن می آیند ما تکلیف میکنیم. وقتی که اونجا یگان چهاربینی میگذرد اونجا پیشنهاد میکنیم که از سربازان، از بین سربازان کدام که استعداد دارد مرحمت و انسامبل مرزبان دعوت میکنیم. استعداد آنها رو با همراه استادان و همکاران میبینیم، دعوت میکنیم بهترین استعداد دارند. بسیار استعدادهای نادر هستند، سرود میخوانند، هم مطرب هستند، هم سرودخوان هستند. این خوب است. باز تکلیف میکنم کسی که هنر دارد مثال به وطن خدمت میکنه مرحمت آزاد است. انسامبل مرزبان 2 سال در انسامبل مرزبان میتواند که خدمت خود را دوام دهد. به حیث مطرب، به حیث سراینده دعوت میکنیم بگذار مرحمت بیایند و وطن خدمت کنند. خب سلامت باشید. و ببینید که طول چند سال است که در روی صحنه هنرنمایی میکنید و از اجرای نوازشی سازهای موسیقی هم به خوبی میبرید. خب گمانم که پای بردید که دنیای هنر چیست و این دنیا به فرد هنرمند چی هدیه کرده میتواند؟ میگویند که کسی باشد به نام نیک مشهور، پس از مرگش بزرگان زنده خوانند، ولی آن را که بدفعل است و بدخوی اگرچه زنده باشد مرده خوانند. صنعتکار هنرمند اصیل تربیتگر جامعه می باشد. ما باید کاری کنیم که جامعه رو تربیت کنیم. سرود نوبتی که الحال پیشنهاد ما و بیننده ما میکنید چگونه است، چگونه آماده شده است، شعری که است؟ سرود نوبتی که من حاضر پیشکش میکنم برای مخلصان و تماشابینان تلویزیون سفینه، شعر از هم استاد هم تقوی هم بسیار شخصی بزرگ بودن، روحشان شاد بود. جیانخان لطیفی بسیار شعرهای من از آن کس هستند. همین شعری که من میخوانم یک ای روی تو آفتاب خاور زلفت به مشام چو مشک عنبر،
ҳамонро ҳамроҳи мутрибон бари бинандагон пешкаш менамоем. саломат бошед, ташаккур. пас мо ҳам бинандаҳоро мунтазир намесозем, зеро хуб медонанд ҳамватанони азиз ки барномаи фазо барномаи сирф зиндасарой аст ва якҷоя мешунавем суруди навбатиро ки усмони ҳайдар иҷро мекунад. در نماز عشق من یک رکعت نبود خطا در نماز عشق من یک رکعت نبود خطا چون که دل 5 وقت نه عمر عبادت میکند می شود عمرم کم و عشقم همه گردد فضول می شود عمرم کم و عشقم همه گردد فزود می کند عشقم وفا عمرم خیانت می کند می کند عشقم وفا عمرم خیانت میکندی روی تو آفتابی خواهد زلفت و مشام چو مشک پری خوف باشد با حسن تو که شود برآمد با حسن تو که شود برابری بسی تو دلم بدکاری زلفت در عشق تو گشتم قلندر در عشق تو گشتم قلندری عشق خود جیان را یاره امروز کردی خواب بر سر در آتش عشق خود جیان را امروز تو کردی خواب بر سر تشکر. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه ما ادامه دارد، در استودیو مهمان قرار دارد. پس از چند لحظه برمیگردیم. همدیگران گرامی قدر، طور گفتیم در استودیو باز مهمان داریم و مهمان نوبتی ما هستند اسکندر لطیف‌فو، هنرمند انسامبل نور نورک. شما رو خیر مقدم میگوییم. تشکر که آمدید. سلامت باشین. و چند دیگر در مورد کارهای ایجادیتون حرف زنید که امروز انسامبل نور نورک شهر نورک هنرمندانش بند چی کار هستند؟ خوب چگونه آمادگی دیده ایستادید؟ ترانه ها چگونه تیار شده ایستادند؟ چیزی که خواهد میکنن شهر نورک همچنین شهر دوستی خلقو اعلان کردن در وقتی که امی نیروگوی برخی آباد شد. خلق دوستی خلقو بغیر از امی چهاربینو هر روز میمون است، لیکن بخشیده برای جشن 30 سالگی امروز در شهر ما بسیار کار سخت رفته است. در تمام سمت‌های کاری، چی ساختمان، چی تندرستی، بینای طبی، چی فرهنگ. تشکر زیاد. دوست داشتن هنر
و زحمت کشیدن در این جوده به نظر شما همچون یک فردی که سالیان زیاد است در این راه هستید چی میبخشد؟ چی هدیه میکند؟ که هنر چکل میگن هنر چیزی خوبه، کسب خوبه. کسب همچون فرد میباشد تو دست تن با کار و دل بایار باش. این کسب است. یا هنر صاحب هنران بناو کردن گذران با بی هنران هلاکت جان آمد. هر یک شخصی که در کدام ساعت در کدام کاری که نباشه در کدام هنری که نباشه باید هنرش اعتراف کنه، حرمت کنه. یاری دسته هنری در مورد آماده کردن ترانه‌هاتون چگونه است؟ شعر خودش یک تن است. آهنگ سر لباس همون شعر است. ما یک موضوع را من میام یا که بچه‌ها میان اگه استادم خیلی موضوع را ما کار میکنیم میبینیم که شعر خوب خودش آهنگش میوه. با آهنگ میدوه. اما را ما بهوسته کار میکنیم. خب گمانم آماده اید که سرود اول رو بسرایید. منو خوابی کوسا رانم چی میپرسی مرا بلبلین شاخسا رانم چی میپرسی مرا صافی رودی زرب شانم چی میپرسی مرا صاحبی لالی بدک شانم چی میپرسی مرا تاجکم از تاجکی تانم چی میپرسی مرا تاجکم از تاجکی تانم چی میپرسی مرا نظم جب پرودکی ملکی عجم بیدار کرد مثنوی مولوی راهی چی تکرار کرد علمی سینا رویا نپاک از بیمار کرد چرخی دوران نامی ما را تاجکی تاجدار کرد من نجاتی هم بدر گانم چی میپرسی مرا تاجکم از تاجکی تانم چی میپرسی مرا تاجیکستان امروز مشهور دنیا گشته است صاحبی استقلال پر زور توانا گشته است نام تاجیک هر کجا بردی زبان ها گشته است پرچمی رخشنده‌اش با جلوه بالا گشته است شادمانی رانم چی میپرسی مرا تاجکم از تاجکی تانم چی میپرسی مرا تاجکم از تاجکی تانم چی میپرسی مرا آفرین، سلامت باشید، تشکر. واقعا هم عزیزان دل بسیار یک ترانه زیبا سراییدند هنرمند اسکندر لطیف و ما باید افتخار کنیم که تاجیکیم و چنین یک وطن آباد و آسایشته و صاحب استقلال با نام تاجیکستان را دارا هستیم و با این میفخریم و افتخار میکنیم. دستگیری های حکومت شهر نورک، دستگیری های مثلا رهبریت قصر فرهنگ در مورد رشد هنر هنرمندان چگونه به راه مانده شده است؟ دستگیری مقامات حکومت شهر نورک بسیار نزد است. البته در هر یک برنامه که ما تیار میکنیم شعبه منویات میوه حکومت میان برنامه را میبینن
кучхе шер навай кияй чӣ мазмун дорад чӣ мантиқ дорад мо миннатдорем. بله بله چون میگن هنر گنجینه پرقیمت است. خب شما همچون هنرمند چگونه تصویر میکنید؟ مهنت کردیم خیلی همی کس ما را تو امروز نان داده است. همی کس ما را بالاگذار کرده است. ما دگجا باشیم نباشیم باید کس بخیر ما حرمت کنیم. ما میلاد ما را دوست بداریم. سادی بود که تارنج نبری گنج می اثر نمیشود. مزدان گرفت جانی برادر کار کرد. کار کنی عکس میشه نکردی چی؟ خب از خانواده فرزندان کسی با راه پدر رفت و یا نه؟ برای پدر فقط فرزند کلانی روزنامه‌نگار است. خب سرود نوبتی که میخونید چی موضوع است؟ این برات فلک میره چند روبایی در باره وطنه. خب عزیزان دل اینجا رسیدیم به فرجام برنامه فضا. این دم و این لحظه ترانه نوبتی را از جانب اسکندر لطیفو میشنویم و با شما روز خوب و خوش و زندگی پر از محبت را آرزومندیم. ای تشنگی تشنه را آبی وطن آید بیاد به وطن را وقتی فقط خاکی وطن آید بیاد ای یوسف هرچی به شای میسر ولی به غم نبوده دری تاج خسروی خاکی وطن آید بیاد افتی خلق افتی میلاد هستی وجدان ماستی هر کجا رای روی رای وطن آید بیاد ای هر کجا راه روی رای وطن آید بیاد هر کس کی سفر کند جهان دیده شود ای خاکی قدمش سرمد بهر دیده شود ای از آب که پاویزد تره نیست چیزی اگر شیرد خد دیده شود سری وطنم برو زدم رانی من است یک خاکی وطنم سرمد این چشماری من است گویا کی جیان چی بر
وطنم نادی گویم کی وطن گوشه ای ایمانی منم گویم کی وطن گوشه ای ایمانی منست شگران اکرم بسد خاکی وطنم شگران اکرم ای با بی پاکی وطنم ای تشکری سلامتی ای حرم وطنم شگران اکرم بتا دیکیستان وطنم شگران اکرم بتا دیکیستان وطنم عشقی وطن گرمی بازار من حسنی وطن زینت اشعار من در سریار مصرعی بیت غزل در سری هر مصرعی بیت غزل نامی وطن گشت طرفدار من رازی دلم را به وطن میکنم چشمه سردی تگی سنگ میکنم رازی دلم را به وطن میکنم چشمه سردی تگی سنگ میکنم کندر شود رشته ای امرت جان عطر کفن